شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز 29 مارت در جلسهش 2 اپریل را روز آغاز ماه شریف رمضان اعلام کرد. شورای علما فطر روزه را برای مردم عادی به حساب گندم 7 سامانی و برای مردم نسبتاً دارا به حساب مویز 80 سامانی و فدیه سوم را برای صاحبان عذر شرعی برای 30 روز ماه شریف رمضان 420 سامانی مقرر کرده است. همین طور نصاب زکات برای مردم واجب الزکات 35,000 سامانی مقرر کرد و گفت از این مبلغ 875 سامانی زکات پرداخت می شود. بنا به اطلاع رسمی نشر شده در سامانه شورای علما روز 29 مارت سال 2020 ساعت 2:00 در مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی شورای علما برگزار گردید. رئیس شورای علما سید مکرم عبدالقادرزاده حاضرین را به مناسبت آمد ماه مبارک رمضان تبریک و تهنیت گفته اظهار داشت که موافق دلایل علمی و در اساس خلاصه انستیتوت استروفیزیک اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان امسال ماه مبارک رمضان در کشور روز شنبه 2 اپریل فرا میرسد. بعدا اعضای شورای علما مسائل روزنامه مجلس را محاکمه و بررسی نموده چنین قرار قبول کردند: یکم، موافق حساب علمی اول ماه شریف رمضان در سال 2022 به حساب تقویم روز شنبه 2 اپریل معین کرده شود. دوم، موافق حساب شرعی نصاب زکات 35,000 سامانی مقرر کرده شود. دوم، موافق حساب شرعی نصاب زکات 35,000 سامانی مقرر کرده شود که از آن 875 سامانی زکات داده می شود. سوم، صدقه فطر موافق معیار شرعی به حساب گندم 7 سامانی به حساب مویز 80 سامانی معین کرده شود. چهارم، فدیه سوم در ماه شریف رمضان سال 2022 برای صاحبان عذر شرعی و بیمارانی که از صحت‌یابی آنها امید نیست به مقدار 420 سامانی برای 30 روز معین کرده شود. شورای علما گفت مجلس با دعای خیر اهل نشست در حق پیشوای ملت و مردم کشور حسن انجام پذیرفت.